أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله در سوره احزاب در آیه 4 میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. الله میگوید ما هرگز برای یک مرد دو قلبی رو نآفریدیم. هیچ ممکن نیست که یک انسان در یک مدت هم کافر باشد یا هم مسلمان، بلکه یا مسلمان است یا کافر است یا منافق است. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم مردی وجود داشت که نامش جمیل ابن معمر، که میگفتند او در یک حالت هم کار میکند هم میشنود، که بسیار میگفتند از محمد نیز دانا است. وقتی که در غزوه بدر همراه مشرکان ضد پیامبر اشتراک کرده بود، از شدت شکست و ترس و لرز ابو سفیان وقتی که این جمیل ابن معمر رو دید، در دستش یک پای افسال دارد و در پایش پای افسال دیگر. سپس وقتی که میپرسد، جمیل ابن معمر جواب میدهد، میگوید که ندانستم که یکی از پای افسالم در دستم است، یکی از پای افسالم در پایم. سپس فهمیدند که این انسان دو قلب ندارد بلکه دروغ میگوید. بنابراین الله میگوید که ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. یعنی مستحیل است که انسان در یک مدت در یک وقت دو قلب داشته باشد، که بلکه الله یک قلب داده است که با یک قلب میشنود و گوش میکند و با ایمان است یا که کافر است. و اینچنین در دوام آیات الله میگوید که و ما جعل ازواجکم اللائي تظاهرون منهن امهاتکم. یعنی بر شما الله زنهای شما را من کرده است که شما آنها را ظهار بکنید. در جاهلیت میگفتند که وقتی که یک شخص زنش را میخواست که طلاق بدهد، میگفت که تو به مانند مادرم هستی، ظهار میگفت. یعنی الله این سخن را باطل میکند، میگوید که یعنی الله بر شما دو مادر معین نکرده است که بلکه مادر شما یک مادر است، بلکه این یکی از گناهان کبیره میباشد که کفاره وجود دارد. هر کسی که گوید که به زنش را تو مادر من هستی، تو بر من حرام هستی، الله میگوید که شما چنین نگویید. همسر شما یعنی مادر شما شده نمیتواند، بلکه مادر شما همان مادری است که شما را تولد کردند. و ما جعل ازواجکم اللائي تظاهرون منهن امهاتکم. بنابر از این سخن الله بندگانش را من کرده است. در دوام آیات الله میگوید که وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الله میگوید که اون فرزندی که شما فرزندی خود خوانده اید، به فرزندی خود گرفتید فرزند دیگرها رو، این نیز فرزند شما شده نمیتوانند. در پیامبر صلی الله علیه و سلم فرزندی داشتند، زید ابن حارثه را فرزند خان خود گرفته بودند. الله گفت تو به او پدر نیستی، بلکه تو بر همان شخص پدر است که فرزندی که از نسل خودت آمده باشد اون پسری تو است. بنابراین یک شخصی رو میگیرد، کودکی رو میگیرد که مثلا این فرزندی من است، نام پدرش رو نام خودش قرار میدهد، این نیز جایز نی. پیامبر رو الله من کرد. سپس گفت و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم. پیامبر زید ابن حارثه رو زید پسری حارثه قرار دادند. میگفتند که در مکه میگفتند که زید پسری محمد میگفتند، اما الله وقتی که من کرد، سپس پیامبر گفتند این زید پدرش حارث میباشد که زید ابن حارثه گفتند. و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذلكم قولكم بافواهکم. الله میگوید این قولی که شما میگویید، یعنی با دهانهایتون میگویید، پدری اصلی نیستید. اما یک شخص فرزندی رو بزرگ میکند، همچون به کفالتش میگیرد اما فرزند خون نمیگیرد،
این جایز است که باقی ندارد، اما در جنسیه هایش می نویسد که این فرزند پسری فلان چی است. در این شریعت ما منع است. و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذلکم قولکم بافواهکم والله یقول الحق و هو یهدی السبیل. الله حق را میگوید و شما را به راه راست راهنمایی میکند. این بود تفسیر مختصر این آیات. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.